با مناسبت آغاز سال نو تحصیل 2025 و 2026 و روز دانش پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با همراهی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه رستم امام علی صبح 3 آگوست سال 2025 به دانشکده بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان تشریف آورده در مراسم افتتاح یک قطار انشاءات نو این دانشگاه شرکت ورزیدند. در جریان ملاقات با اهل معارف کشور، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان درباره آغازیابی سال نو تحصیل، روز دانش و توجه بی‌واسطه دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان به ساحه معارف سخنرانی پرمحتوا نموده، همزمان نقشه و وظیفه ها را مشخص و معین کردند. مورد ذکر است که سخنرانی پرمحتوای پیشوای ملت با اهل معارف کشور توسط همه شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی جمهوری تاجیکستان مستقیما پخش گردید. با مقصد تماشای این ملاقات و سخنرانی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری جمهوری تاجیکستان در همه مؤسسه‌های تحصیلات عالی، میانه مخصوص، تحصیلات عمومی اساسی شهر و دهات پنجکین با اشتراک نمایندگان مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین، شعبه معارف و دیگر ساختارهای مربوطه، هیئت استادان، آموزگاران، دانشجویان و خوانندگان سخنرانی پرمحتوای پیشوای معظم ملت را تماشا کردند. در مسائل تحصیلات میانه عمومی رقم‌های 1 30 47 3 71 15 29 دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکین، کالج آموزگاری، لیسه شهر، لیسه کسب تکنیکی شهر پنجکین و دیگر مؤسسه‌های تعلیمی شهر و دهات پنجکین همگان با یک توجه خاصه و افتخار سخنرانی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را به مناسبت آغازیابی سال نو تحصیل و روز دانش تماشا کردند. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در برآمدهای خود قید کردند که باید که جوانان کسب و هنرهای خیلی زیاده را آموزند و امروز برای رشد نمای تاجیکستان عزیز ما کسب‌های دوریدگری، کفشگری، منچوری، برقی و دیگر کسب‌ها خیلی ضرور هستند و امروز به هدف چهارم این صنعت کنونی مملکت می باشد. باید که خوانندگان این کسب‌ها را درست‌تر آموزند و امروز لیسه کسبی تکنیکی شهر پنجکین تصمیم گرفته است که برای این گونه و کسب‌ها را آموختن تمام کوشش و غیرت خودشان را روانه کرده ایستادند. ما حرکت میکنیم که آن سخنانی که اساسگزار صلح و وحدت ملی درباره با خوانندگان آموزان کسب و هنرهای گوناگون روانه کردن اجرا نماییم. ما خیلی شاد هستیم که در این گفتهای خود به رفت معارف، پیشروی حیات ما، زندگی خوشبختانه فرزندان ما، من زیاد شدنیم مکتب و با ساحای معارف بسیار دقت مخصوص داده شدند. در پیام گذشته خویش جناب عالی گفتند که معاش آموزگاران را 30% زیاد کرده شود. من از همین 1 سپتامبر سر کرده معاش اهل معارف باز 30% زیاد کرده می شود. این البته باز ما رو وادار میکند که بهتر کار کنیم، بهتر زندگی کنیم، با پیشروی جمعیت و پیشروی خوانندگان یک دقت مخصوص دیم.
کنندگان ما در آزمون‌های فروغ معرفت، در آزمون فروغ سوی دانای کتاب است و اینچنین در بسیار المپیاد و آزمون‌ها شرکتی باسزا کرده ایستادند و ما بسیار از این می‌فخریم که شاگردان ما در همه ساحه‌ها پیشرو هستند. خوشبختی ما در آن است که از 41 نفر خط کنندگان صنف 11 همشون به مکتب‌های عالی مملکت وارد شدند. یعنی برای مرکز ملی تستی آنها داخلی دانشکده‌های عالی شدند. اینچنین ما امید داریم که باز در مینمرده نقص‌تر کار کرده شاگردان را به آزمون و المپیاد تیار میکنیم. من استاد کلانی کالج آموزگاری شهر پنجکین شیخ مفتی طالب جان میباشم. من امروز خوشبختانه همه با یک تیاری پخته به اینجا آمدیم که از پیام نوبتی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بینیم و یک جهان معنی برداریم. در برابری دیگر سخنرانی‌های جناب عالی ما افتخار میکنیم که آن کس عاید من لایحه مقامی آموزگار قانون پیشنهاد می شود. انشاءالله ما افتخار میکنیم که بنابر آموزش فنهای طبیعی، ریاضی و دقیق خیلی که گفتن تا سالهای 2040 باید کادرها متخصصهای ورزیده را تیار کنیم. ما نیت داریم و امیدوار هستیم که همه کلکتیو آموزگاران کالج آموزگاری شهر پنجکین در قطار دیگر استادان آموزگاران کوشش میکنیم که متخصص کسب و هنر و دانش خوب و اعلی و دانشجویانمان دهیم تا اینکه در آینده سزاوار افتخار ملت و خلق و وطنمان باشم. من شادی زینورا دیرکتور کالج آموزگاری شهر پنجکین خرسند از آنم که امروز ما آموزگاران و دانشجویان دست جمعانه پیام نوبتی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم جناب عالی را تماشا کردیم و سخنان آن کس را سرمشق کار خود کرده سال نو تحصیل را آغاز می نماییم. چنانکه که جناب عالی قید نمودند ما باید بیشتر جوانان را به راهی آموختن زبانهای خارجی ذهنی صنعی هدایت نماییم تا اینکه کشورمان را به یکی از مملکت‌های پیشرفته دنیا تبدیل دهیم. همه آموزگاران و صاحب جشن‌های امروزه را با فرارسی سال نو تحصیل خوانش تبریک می‌نمایم. قرض داریم از آسمان و زمین، از همه هرچی هست در دنیا، از وطن قرضداری جانبازی، از زمان قرضداری خدمت‌ها. امروز ما آموزگاران مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 شهر پنجکین از پیام پیشوای معظم ملت خیلی برخوردی خوب برداشتیم و باعث افتخار و سرفرازی است که دانشجوهایی که امروز در پیام پیشوای معظم ملت برآمد نمودند داننده زیاده از 2، 3 و 4 و 5 زبانهای خارجی می باشند و در پیام امروزه پیشوای ملت به ساحه معارف خیلی توجهی خاصه ظاهر نمود که این باعث سرفرازی ما می باشد. من یونسی تاج‌نسا سید مرادزاده آموزگاری همین مؤسسه هستم و غالب جای اول از نومیناسیون ادبیات کلاسیک در ولایت در آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی می باشم و من در زیر حمایه و دستگیری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم جناب عالی خوانندگان را در راهی خودشناسی، خودآگاهی، احترام و حفظ ارزش‌های استقلالیت دولتی تربیت می‌نمایم. اصلا ما در زمانی که زندگی می‌کنیم از زمان رسیدن به دستاوردهای بزرگ علمی و تکنیکی و کشفیات‌های نو به نوع عقل انسانی میباشد که راه به سوی آنها از مؤسسه‌های تعلیمی و نظام درست تعلیم و تربیت سرچشمه می‌گیرد. واقعاً تربیت فرزند مسئولیت خیلی بزرگ است. من فکر میکنم که محیط تربیت در خانواده سالم باشد پس کوشش کودکستان ها، مؤسسه های تعلیمی و آموزشگاه ها به هدف نخواهد رسید و من مینداری خود را
به پیشوای معظم ملت میرسانم برای چنین غمخواری و دستگیری. باعث افتخار و سرفرازی است که ختم کردگان مؤسسه ما در دانشگاه و دانشکده‌های خارج از تاجیکستان و دانشگاه‌های با نفوذ تاجیکستان تحصیل کرده ایستادند. مرز آباد در روانی من است که در آن آیت و نشانی من است. اندر آن ملک قلبی سردارم، پیشوا است و ساربانی من است. پرچمی صلح سربلند اینجاست، دستی پیروزی قهرمانی من است.